که وقت قیامت برپا می شود میگویند که این المفر، کجای راه فرار، کجا جای فرار هست و از چه مسیری برای فرار ما وجود داره. میخواهند اهل جرم و مجرمین که فرار کنند، اما راهی برای فرار آنجا یافته نمیشه. هیچ کسی نمیتونه از دست خدا فرار کنه و وقتی که ناامید میشوند و آنجا به این نتیجه میرسند که گرفتار عذاب خدا میشوند و گرفتار شدن محکوم میشوند، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. و روز انسان کافر تمنا می کند که کاش که خاک بود، خاک می شد و با خاک یکسان می شد و به عنوان زنده، یعنی در دنیا زنده نبود. همون دنیا کاش که خاکی بود، یا تمنایش اینه که امروز تبدیل به خاک بشه. وقتی می بینه حیوانات الله زنده می کنه و بعد اونها را می کشه و خاک می کنه، کافر هم تمنا میکنه که کاش من هم تبدیل به خاک بشم. و رفتن به جهنم شقاوتی است که بعد مانند نداره و مثل نداره. الله من و شما را بیدار بگرداند که سعی کنیم و تلاش کنیم برای آخرت که به سعادت آخرت رسیم.